بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اما بعد. دوستای عزیز، برادرها و خواهرای گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله را سپاس میگم که بار دیگر توانستم در خدمت شما قرار بگیرم و کلماتی را از آیات قرآن و احادیث گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم در خدمت شما بیان کنم تا اجر پاداشی باشه هم بر ما و هم بر شما. امید دارم از الله متعال به سبب این عبادات ناچیز از تقصیرات ما و شما درگذره و ما را به صراط المستقیم هدایت کنه. صراط المستقیمی که الله سبحانه و تعالی بر آنها نعمت گذاشته که از صدیقین و شهدا و صالحین می باشند. دوستای عزیز، ابتدا شما را خوشخبری میتونم به آغاز سلسله دروس عقیدتی از کتب سلف و صالحین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. وقتی سلف میگیم منظور ما آنهایی است که از صحابه به نیکی پیروی کردند در تمام مسائل، که ابتدا از مسائل عقیدتی شروع میشه تا مسائل فقهی و سیاسی و غیره. کتابی را که میخواهیم اکنون به ترجمه و شرح مختصر آن آغاز کنیم، کتاب الاربعین از امام ابوبکر الاجری البغدادی رحمه الله تعالی رحمت واسعه می باشه، که این امام اهل سنت در سال 360 هجری در مکه مکرمه وفات نموده و یکی از پیشوایان اهل سنت بوده که با اهل بدعت مبارزه نموده و سنت زنده کرده و از سنت و اهل آن دفاع نموده و چندین کتاب از این امام بزرگوار میراث مانده که مشهورترینشان کتاب الشریعه در 3 جلد می باشه که عادل اهل حمدان او را به روش احسن تحقیق نموده و عادل اهل حمدان در 2 کتاب دیگر بعضی از مصنفات امام آجری رحمه الله را گنجانده و تحقیق مختصر کرده. کتابی را که ما خواستیم تا به لغت دری یا فارسی ترجمه و شرح مختصر بتیم، الاربعین از امام آجری است، یعنی 40 حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم که 40 حدیث در مسائل عقیده، احکام و آداب می باشه. اولین حدیث از 40 حدیثی که امام اربعین ذکر کرده در بیان فضیلت علم می باشه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. به هر کسی که الله متعال نسبت به او اراده خیر نمایه، فهم و بینش در دین نصیبش میگردانه. یعنی هر کسی را که الله متعال در مورد او اراده نیکی داشته باشه، او را نسبت به احکام شرعی عالم نموده و در این زمینه به او بینش و بصیرت لازم عطا میکنه. حدیث دوم که این در بیان علم می باشه، ابی امامه باهلی رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت میکنه: علیکم بالعلم قبل ان یقبض و قبل ان یرفع. لازم گیرید بر خود علم را قبل از اینکه علم از میان شما برداشته شود. یعنی علم دینتان یاد بگیرین قبل از اینکه اهل علم از میان شما برداشته شوند. چنانچه در حدیث دیگری که عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت میکنه، میفرمایند: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. الله متعال علم را به یک باره از سینه انسانها محو نمیکنه، بلکه با وفات علما او را از بین میبرد تا جایی که الله عالمی را باقی نمیگذاره و مردم جاهلا را رهبر خود قرار میتن و مسائل خود از آنها میپرسن و رهبرانشان بدون علم فتوا میتن که هم خود گمراه میشن و هم دیگران را به گمراهی میکشن. علم چیست؟ علمی که الله متعال بر دوش شما فرض قرار داده علم دین است که رأس و اساس آن علم توحید می باشه، چنانچه الله سبحانه و تعالی دستور داده: فعلم انه لا اله الا الله. بدان و علم داشته باش بر لا اله الا الله. و علم بر لا اله الا الله، چنانچه جهمیه میگن که معرفت الله متعال می باشه نیست، بلکه شناخت تمام اقسام توحید می باشه.
چون اگر کسی در یک بخشی از توحید جاهل مان، خطر کافر شدن او میره. چون وقت انسان توحید ندانسته مرتکب کفر شرک میشه. و همه میدانیم که جهل در توحید الله حضور پنداشته نمیشه. پس اولین چیزی که برگردن هر مسلمان هست او یادگیری دین می باشه. کسی که خود به اسلام نسبت میده و خود از جماعت مسلمانان حساب میکنه باید توحید را صحیح و دقیق بدانه. توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید اسماء و صفات. امروز هستن مردمی که خود به اسلام نسبت میتن و حدیث را میخوانند که طلب علم فرض است بر زن و مرد مسلمان و اینطور معنا میکنن که طلب علومی که در مکاتب درس داده میشه گویا فرض باشه. معاذ الله. در حالی که مکاتبی که امروز در سطح دنیا در حکومت‌ها درس داده میشه نصاب‌هایی هست که از الف تا یا با دین الله در تضاد است و حتی خواندن برخی از آنها کفر میباشه. اسأل الله العفو والعافیه. در این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان میکنن قبل از اینکه اهل علم بمیرن علم را فرا گیرید. بله ما امروز میبینیم اهل علم پیدا نمیشه مگر بسیار اندک. هستن کسانی که نامهایشان یک تیرلی کش کرده نمیتونه با القاب مسماهای بزرگ، حضرت فلان، شیخ و ملا و مولوی، جامع المعقول و المنقول، بحر العلوم فلان و علان، که وقتی تحقیق در موردش میکنی میبینی او از جمله همانهایی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر داده بودن. خودش گمراه است و مردم را هم گمراه میکنه. چون وقتی میگیم علم یعنی علم قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی کسی که بر کتاب الله فهم داشته باشه و بر اقوال رسول الله صلی الله علیه وسلم و یارانشان و ائمه‌ای که از آنها پیروی کردن خوب واقف و با خبر باشه و از آنها پیروی کنه، اگرچه نامش غریب باشه، اگرچه سند دکترا و ماستری فلان دانشگاه را نداشته باشه. چون امروز مردم بر کسی عالم میگن که سند دکترا و ماستری داشته باشه و لاف و پتاق بلد باشه. ما اگر سلف خود را ببینیم آنها بر کسان عالم میگفتند که کتاب و سنت و اقوال صحابه را میفهمیدن ولو که نامشان غریب بود و پیش اساتید زیاد درس نخوانده بودند. امام بربهاری رحمه الله میفرماید اعلم ان العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. بدان که علم به روایت کردن زیاد و نوشتن زیاد و تألیف کردن کتاب ها نمی باشه، ولكن العلم من اتبع الكتاب و سنه. بلکه علم و عالم کسی است که از کتاب و سنت، از قرآن و سنت پیروی بکنه. و این کان قلیل العلم والکتب، اگرچه علمش و نوشته هایش کم باشه. و من خالف الكتاب و سنه فهو صاحب بدعه. و هر کسی که با کتاب و سنت مخالفت بکنه او صاحب بدعت است. و این کان کثیر الروایت والکتب، اگرچه روایت های زیادی را آورده باشه و روایت های زیادی را بلد باشه و تألیفات زیادی داشته باشه. قوام السنه در کتاب الحجه فی بیان المحجه میفرماید قال اهل السنه، میگه اهل سنت گفتن، اهل سنت منظورش اهل سلف است. وليس العلم بكثرة الروايه، علم بر روایت کردن زیاد، با سخن گفتن زیاد نمی باشه. و انما هو الاتباع والاستعمال، بلکه علم همان است پیروی کردن. این پیروی از چی کسانی؟ یقتدی بالصحابه والتابعین و این کان قلیل العلم، که از صحابه و تابعین پیروی بکنه اگرچه علمش اندک باشه. و من خالف الصحابه والتابعین فهو ضال و این کان کثیر العلم، و هر کسی که با صحابه و تابعین مخالفت بکنه او گمراه است اگرچه که علمش زیاد باشه. و در کتاب سیر سلف الصالحین ابراهیم الخواص می فرماید لیس العلم بکثرة الروایه، علم روایت کردن زیاد نیست. علم اون نیست که کسی روایت زیاد داشته باشه و کتابها و تعلیفات زیاد داشته باشه. و انما العلم لمن اتبع العلم واستعمله، علم او است کسی که واقعا از علم یعنی از قرآن و سنت پیروی بکنه و او را استعمال بکنه. و اقتدى بالسنن، از سنت تقلید بکنه و از سنت پیروی بکنه. و این کان قلیل العلم، اگرچه علمش اندک باشه. حدیث ابی امامه رضی الله تعالی عنه را ادامه میتیم. ثم جمع بین اصبعيه الوسطى والتي تلي الابهام، سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم دو انگشت وسط خود را جمع نمودند. سپس فرمودند العالم والمتعلم شریکان فی الاجر ولا خیر فی الناس بعد. عالم و متعلم هر دو در اجر شریک است و هیچ خیر به سایر مردم نمی باشه. بله، چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند تمام خیر در یادگیرنده علوم شرعی و یاد دهنده آن می باشه. الله متعال ما و شما را شامل یکی از این مردم قرار بده. حدیث سومی که امام آجری در اربعین خود آورده در مورد نیت است.
حدیث مشهوری که عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت میکنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم که امام بخاری و مسلم و خیلی از ائمه سلف در کتابهایشان در اول کتابشان این حدیث آوردن: انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیه. همه اعمال بستگی به نیت داره و برای هر فردی آنچه که نیت کرده حاصل میشه. پس هر کسی که هجرتش برای الله و رسول باشه پاداش هجرتش برای الله و رسولش خواهد بود، و هر کسی که هجرتش برای کسب امور دنیا یا ازدواج با زن باشه پاداش هجرتش برای آنچه که به سویش هجرت کرده خواهد بود. این حدیث از منزلت بزرگ برخوردار می باشه و برخی از علما این حدیث را 1/3 دین حساب کردن. از این خاطر مؤمن بر اساس نیتش و به اندازه اصلاح آن پاداش کسب میکنه. پس هر کسی که اعمالش خالصانه برای الله متعال باشه قبول میشه، اگرچه کم و ناچیز باشه، به شرطی که مطابق سنت باشه. و هر کسی که اعمالش به خاطر مردم باشه و خالصانه برای الله متعال نباشه قبول نمیشه، اگرچه بسیار زیاد باشه. و هر کاری برای غیر رضایت الله متعال انجام شود، چی او کار برای به دست آوردن زن، مال یا مقام یا غیره از امور دنیا باشه، این اعمال رد میشه و الله متعال از صاحبش قبول نمیکنه. زیرا قبولی اعمال صالحه 2 شرط داره: ای که آدم عمل خالص برای الله متعال انجام بده و او عملش مطابق با سنت مطهره رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام گرفته باشه. الله سبحانه و تعالی نیت‌های ما و شما را اصلاح کنه و تمام عبادات ناچیزی که ما و شما انجام میدیم خالصانه به درگاهش از ما و شما قبول بگردانه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.